بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. خلاصه درس دیروز میگم که کسایی که تشریف نداشتن، دیروز ما خواندیم که یکی از علمای بزرگوار اسلام به نام علامه العلامه ابن ابی العز الحنفی رحمه الله، یکی از علمای بزرگ علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله بود. این یک کتاب بسیار مهم و معتبر داره به نام شرح عقیده طحاویه. امام طحاوی هم حنفی هست و امام ابن ابی العز حنفی هم حنفی هستند. یکی عالم است، یک عالم دیگه به نام العلامه، کی نام داشت که دیروز خواندیم؟ علامه ابن قیم الجوزیه. این هم یکی از علمای بسیار بزرگوار اسلام است. این اردوشان بگفتن که القرآن کله فی التوحید. این درس دیروز است. خلاصش خب از اینا سوال شد که شما میگید که القرآن کله فی التوحید، وقتی که قرآن کلش در توحید باشه، چه قسم در قرآن؟ خب بسیار موضوعات مختلف است. اینا امی ابواب تقسیم کردن، تشریح میکنن، بر ما و شما ثابت میکنن که کل قرآن درباره چی است؟ توحید است. اولش میگه که قرآن عظیم شان چی رو بحث میکرد؟ آفرین، کسایی که درس دیروز یاد دارن اقسام توحید. گفتن که قرآن عظیم شان اقسام توحید بیان میکنه. توحید ربوبیت به صدها آیت است، به صدها آیت دیگر توحید الوهیت است، به صدها آیت دیگر در توحید اسماء و صفات است. متوجه هستین؟ دوم گفتن که آیات قرآن بیان میکنه حقوق توحید، حقوق التوحید. و ما هی حقوق التوحید؟ بیان لأوامر الله و نواهی و نواهی. صحیح شد؟ پس قسم دومش چی است؟ گفت که بسیاری آیات قرآن است که حقوق توحید بیان میکنه و حقوق توحید چی است؟ اوامر الله را بیان میکنه و نواهی الله را بیان میکنه. چی چیزا امر است و چی چیزا نهی است. کل زیر بر ما آیات قرآن بیان میکنه. اوامر است اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. این کل چی است؟ اوامر الله است. و نواهی الله چی است؟ یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. این چی است؟ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبیلا. پس اینا لیست. سوم قسم چی است؟ لوازم توحید. دیگه سومش اولش اقسام توحید بود. الاول اقسام توحید الثلاثه، توحید الربوبیه والالوهیه والاسماء والصفات. اولش اقسام سیگانه توحید بود، توحید ربوبیت، الوهیت و اسماء و صفات. اول ده توحید اقسام، ده ربوبیت توحید، ده الوهیت توحید او ده اسماء و صفات توحید. الثاني دومش الثاني حقوق التوحید. و حقوق التوحید بیان لأوامر الله و بیان لنواهی. ما هي اوامر الله؟ اوامر الله چی است؟ اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. و نواهی الله ولا تقربوا الزنا. اوامر ده الله چه ده؟ دوم قسم حقوق توحید و حقوق توحید که معنی داره چه ده الله اوامر بیانی. دیر آیتونه دی ده الله اوامر بیانی او دیر نور آیتونه دی ده الله نواهی بیانی. سومش الثالث لوازم التوحید. لوازم التوحید چی بود؟
لوازم التوحید الولاء والبراء. سوم قسم چی است؟ لوازم توحید است. منظور از لوازم توحید چی است؟ لوازم توحید یعنی دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. دوستای الله کی هستند؟ نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، صحابه، تابعین، تبع تابعین، علمای اسلام، مؤمنین، موحدین، یا کلشان دوستای الله هستند. با امرایزنا چی میکنیم؟ دوستی میکنیم. و دشمنی با دشمنای الله، مغضوب علیهم یهود چی هستند؟ دشمنی با الله را اعلان کردن. نصارا دشمنی را با الله اعلان کردن. کفار، سیکولرها، مشرکین، دهریین، مرتدین، اینیا کلشان چی کردن؟ خودشان دشمنی خدا با الله اعلان کردن. و انسان مسلمان چون موحد است بالایش لازم است، واجب است که به امرای دشمنای الله چی داشته باشه؟ دشمنی داشته باشه. اینمی دین ماست، عقیده ماست. اگر کس باز مخالفت با این میکنه خودش از دایره چی خارج میشه؟ توحید خارج میشه. چهارمش بسیاری آیات قرآن است که صفات الموحدین یا صفات اهل توحید كثير من الآيات القرآنية تبين أو تشرح صفات الموحدين. ما هي صفات الموحدين؟ در قرآن عظیم الشان بسیاری آیات قرآن است که صفات موحدین بیان میکنه. بسیاری در آیات در قرآن در آیات در قرآن در آیاتونه دی چه در موحدین و صفات بیانی. صفات موحدین چی هست؟ مثلا ما شما در سوره بقره میخوانیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صفات موحدين چیست؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. صفات موحدين چیست؟ سپاره 18 قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اینی بسیار آیات قرآن است که صفات موحدین رو بیان میکنه. پنجمی چی است؟ بسیاری از آیات دیگه قرآن است که قصه های موحدین بیان میکنه. یک موحد مثلا بسیار قصص است. نحن نقص علیک احسن القصص. الله متعال میگه که ما با قدرت و عظمت خود چی را بیان میکنیم؟ بهترین قصص گفته. او چی است؟ قصص یعنی حادثات واقعی زندگی انسان های موحد. از آدم علیه السلام شروع میشه، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بین این قسم حتی از صحابه را بیان میکنه. این چی است؟ ششمیش چی بود؟ نتایج توحید فی دنیا. نتایج توحید یا جزای موحدین، جزاء الموحدین. نتایج توحید او جزاء الموحدین فی دنیا. چی را بیان میکنه؟ ششمیش نتایج توحید بیان میکنه یا پاداش و جزای موحدین بیان میکنه در دنیا. یعنی بر ما بسیاری آیات قرآن بیان میکنه که موحدین هر قدر ضعیف باشن، هر قدر مشکلات داشته باشن، در آخر عمر الله متعال اینا را نصرت نصیب میکنه. متوجه هستید؟ مثل که مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه را همین قسم ابراهیم علیه السلام در آتش نگاه کرد، آتش سوختن نتونست. موسی علیه السلام در آب حفظ کرد، فرعون غرق کرد یا غرق کردن نتونست. موسی علیه السلام طفل بود در داخل آب الله اینا حفظ کرد. نوح علیه السلام از طوفان حفظ کرد و موحدین از طوفان در آب حفظ کرد. متوجه هستید؟ صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر، در غزوه احزاب، سوره احزاب میخونیم، غزوه بدر آیاتش میخونیم، سیسته 5000 ملائکه میان. پس این کل چیست؟ این نتایج توحید است. در کجا؟ در دنیا. هفتمی چی است؟ نتایج توحید فی الاخره. نتایج توحید یا جزاء الموحدین فی الاخره چی است؟ یعنی نتایج توحید در آخرت یا جزاء موحدین در آخرت است. شپږم د توحید
نتایج په دنیا کې او ووم د توحید نتیجه په آخرت کې. په دنیا کې کامیابی ده او په آخرت کې جنت او نعمتونه دي او د الله له عذاب نه ژغورل دي. اینی نتایج توحید است در چی؟ در آخرت. این خلاصه درس دیروز ما بود که دوستایی که دیروز تشریف داشتن برای از اونا تکرار شد و دوستایی که نوآمده بودن برای از اونا هم معلومات داده شد که یعنی از درس دیروز شما به بهره نمانید. اینی میبوده. بعد از این میگه اشتمی چی هست؟ میگه اشتمی از این اسباب و علل الخروج من التوحید. اسباب و علتهای خارج شدن از دایره توحید است. این ما شما به نام چی میگیم؟ نواقض الایمان. چی است؟ نواقض الایمان. اسباب اتم چه ده؟ اسباب حق اسباب او سببونه او حق علتونه که چیری په یو انسان کې پیدا سی ولو چې موحد همي د ایمان له دایره نه خارجيږي. این بسیاری آیات قرآن است. مثلا بعضی کسا هستن به اساس کراهیت با قرآن و سنت از دین خارج میشه. سنت بدش میه. والذین كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله. الله چی نازل کرده؟ قرآن عظیم الشان به شکل وحی جلی نازل کرده و احادیث صحیحه را به شکل وحی خفی نازل کرده. این حال دشمنی با احکام قرآن و دشمنی با سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان از دایره ایمان چی میکنه؟ میکشه. یک کسی میگه ریش بده میه، یک کسی میگه مثلا مرا حجاب بده میه، یک کسی برش میگه مرا مسجد بده میه، یکی میگه مرا علمای اسلام بده میه، یک کسی میگه مرا صحابه بده میه، یک کسی میگه مرا پیغمبرا بده میه. این حالی در قرآن عظیم شان آمده اسباب و علت هایی که انسان از دایره ایمان خارج میکنه. دیر خلق دی چه مؤمنین دی موحدین دی لیکن داسی کارونه که چه دوی دی ایمان دی دایره نه چکیگی خارجیگی دی ایمان دایره نه راوزی ولی ووزی دیده پر ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله. دیده پر دوی ما انزل الله سره کراهیت لري، بدبینی لري. یک نفر گیره کلی لکه دغه جنت تزي. یو نفر که د سیاولس دولس گیره لري خو گیره سره کراهیت لري و گیره من نخواهی خو بنی شی میده. از مجبوریت مانده بنریش، از مجبوریت نماز میخورم، از مجبوریت نماز میخورم بعدش میاد. اینی کراهیت چی میشه؟ ما انزل الله و این باز در نواقض ایمان است. فهمیده شد انشاءالله؟ نومش چی هست؟ التعریف باعداء التوحید. التعریف باعداء التوحید چی معنی؟ معرفی دشمنای توحید. بسیاری از آیات قرآن عظیم شان هستند که دشمنای توحید معرفی میکنن. دشمنای توحید کی هستن؟ این دشمنای توحید معرفی میکنن که این دشمنای توحید کی هستن؟ مثل فرعون، هامان، شداد، نمرود، ابو جهل. اینا را در قرآن عظیم شان معرفی میکنن که یا دشمنای توحید هستن. نهم چه ده توحید د دښمنانو پیژندل. یعنی موږ او تاسو ته د توحید دښمنان را پیژني لکه شداد، نمرود، فرعون. دا خلک د توحید دښمنان دي. قرآن معرفي کوي چې دوی څه رقم خلک دي وی پیژنئ چې تاسو په دې مرض کې مبتلا نشئ. دهم او العاشر صفات اعداء التوحید. دومش چی است؟ صفات دشمنان توحید. صفات دشمنان توحید در قرآن عظیم شان بیان میکنن که بعضی از کسا هستن که اینها دشمنای توحید هستن.
مثلا چه قسم بیان میکنه صفاتشون؟ میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این صفت دشمنای توحید است. اگر برشان دعوت بکنی یا دعوت نکنی حق نمیپذیرن. سواء علیهم. یا مثلا میگه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. چرا؟ میگه صفتشان چی است؟ یخادعون الله والذین آمنوا. یا فریبکاری میکنن به امرای الله و به امرای مؤمنان. و ما یخدعون الا انفسهم. یا فریبکاری نمیکنن مگر به همراه چی فریبکاری میکنن؟ به همراه نفسای خود. بعض اوقات یک منافق یک کمونیست است، در بسیاری جایا ببینیشان ظاهرا میگه که این است در این پیشانی ما کافر نوشته شده. خدا پیشانی مرکب هم خود نوشته نشده که مرکب است. خدا از معاداتش میفهمه، از تقالیدش میفهمه که این مرکب است، 4 پای روان است. متوجه هستین؟ پس بسیاری وقتا با ظاهرا میگه من بسیار اسلام خوش دارم، اق نماز میخونم، ات ذکر میکنم، ات چپنک سوز پوشیدیم. باز وقتی که و اذا خلا بعضهم الى بعض، باز وقتی که و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. یکی از صفات ایره بیان میکنه، یعنی صفات والذین اجرموا، صفات دشمنان توحید الله بیان میکنه. والذین اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. مجرمین همیشه سر مسلمان ها چی میکنن؟ خنده میکنن. این سعی کنین من موتر $60,000 چکر میزدم، اینی رو میبینی باز پس پسک میکنه، اون دایره میبینه. خدا بسیار استاد کلان است، لکن بیچاره سر بایسیکل یک تایره روان است. متوجه هستی؟ مرسه کو قصر مسه کو خانه مسه کو میرسه کو قوانینش مسه کو مرسه کو ریشه چپا تراش زدیم کو مایم چقدر لکس است. میرسه کو ضعیفک چطور است؟ این حال چی میشه؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا یضحکون و اذا مروا بهم یتغامزون. دیگه صفتشون چی است؟ وقتی که از پیش مسلمانان تیر شود هیچ چی گپ از دست بیکار است. جوان هستن یا سلشون. یکی دیگه میگه این استاد شاگردای استاد دایی رو میگه سل کنی کلش مکتب نخونده بیچاره، تو بی سواد مطلق. در حالی که میله 95% می کسایی که در درسای تفسیر هستن کلشان چی هستن؟ محصلین پوانتون هستن، دکترا هستن، انجینیرها هستن. از کل از اونا که محصلین شرایط هستن، محصلین طب هستن، محصلین انجینیری هستن، تعلیم تربیه هستن از پوانتون‌های مختلف افغانستان. لكن وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. این و ما ارسل علیهم حافظین. کو بادیگارد داشتن؟ بادیگارد هم نداره. داریم بادیگارد، از ملائکه داریم. پس اینجا چی هست؟ این صفات اعدای توحید یا دشمنای توحید است. این هم در قرآن بیان میشه. 11 چی هست؟ يعني لسم تو توحيد دخمنانو توصيفيا صفاتنا يولسم تدا يولسم قصص أعداء التوحيد. هنا أزوي أزي بس إيكا تزيد قصص أعداء التوحيد ده قرآن عظيم شان بسيار قصة هاي چیست؟ دشمنای توحید است. قصه قوم لوط است علیه السلام. قصه چیست؟ عاد است. عادی ها دشمن توحید بودن. ثمودی ها دشمن توحید بودن. متوجه هستن؟ فرعونی ها یا چی بودن؟ دشمنای توحید بودن. پس قصه های اعداء توحید است، دشمنای توحید است. یعنی یولسم چیدی؟ ده توحید ده دشمنان و قصیدی. فرعونیان ده توحید دشمنان و عادیان، عاد، ثمود، اصحاب الایکه، قوم نوح، قوم لوط، دا طول ده توحید دشمنان و ده قصه هم به قرآن که بیان سیدی. الثاني عشر نتائج عداوة التوحيد في الدنيا. اینجا که بود نتایج توحید در دنیا بود، اینجا نتایج دشمنی توحید در دنیا هست. دلتا نتایج بگم مالتا نتایج توحید په دنیا کې وي جزاء الموحدین.
اینجا نشان میده نتایج دشمنی توحید در دنیا هست. مثلا بسیار آیات قرآن است نشان میده که فرعونی ها چه قسم غرق شدن، چه قسم غرق شدن و هلاک شدن. قوم لوط علیه السلام، آن خالقی که در هنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر، در آیات قرآن آمده که چه قسم اینا هلاک شدن. ما شما میخونیم یه باز عملی آلخی کلیدش هستی، کلید قرآن شناسی است که اول این کلیده که بفهمیم مغزت خوب صحیح عیار شد، باز وقت قرآن شریف باز کنیم باز آیاتش خوانده میریم. دیدی دولسم چه ده؟ توحید سره ده توحید دښمنی نتیجه، یعنی ده توحید دښمنی پایله چه ده؟ نتیجه چه ده؟ پایله چه ده؟ خاتمه چه ده؟ ده په ډیرو آیاتو کې بیان شوي دي. د توحید دښمنان مثلا د فرعونیان آخر څه وسو؟ د قوم لوط نهایت څه وسو؟ د نوح علیه السلام قوم هغه د توحید دښمنان چې د دوی حالت څه وسو؟ دا په دې آیاتو کې بیانوي. او دیارلسم څه ده؟ نتائج عداوة التوحید في الآخرة. نتائج عداوة التوحید في الآخرة یعنی د توحید د دښمنی پایله په آخرت کې. ان الذين كفروا بالتوحید لهم عذاب شدید، لهم عذاب ألیم، عذاب جهنم. دیر آیاتونه دی که دا بیانه بسیار آیات است که نتایج عداوت دشمنی با توحید در آخرت بیان میکنه. خلاصه اولا بالعربي، نحن قلنا يقول العالمان الجليلان العلامة ابن عبد العز الحنفي والعلامة ابن قيم الجوزية، هما يقولان أن القرآن كله في التوحيد. القرآن كله في التوحيد. لماذا كل القرآن في التوحيد؟ يقولان أولا القرآن يبين أقسام التوحيد، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثانيا كثير من الآيات القرآنية تبين أو تشرح حقوق التوحيد، أي بيان لأوامر الله وبيان لنواهي الله. ثالثا كثير من الآيات القرآنية تبين لوازم التوحيد، ولوازم التوحيد هي التولي والتبري أو الولاء والبراء، تولى والولاء والبراء. رابعا صفات الموحدين، هناك كثير من الآيات القرآنية التي تشرح أو تبين صفات الموحدين. وخامسا قصص الموحدين. سادسا نتائج التوحيد أو جزاء الموحدين في الدنيا. وسابعا جزاء الموحدين أو جزاء التوحيد أو نتائج التوحيد في الآخرة. ثامنا أسباب وعلل الخروج من التوحيد. ما هي أسباب أو العلل التي تخرج الإنسان المسلم الموحد من التوحيد؟ هي نواقض الإيمان، نواقض التوحيد. فهذا الإنسان عندما يعمل ببعض الأعمال أو يتكلم ببعض الكلمات فهذا الإنسان يخرج من الملة، من التوحيد. تاسعا التعريف بأعداء التوحيد. التعريف بأعداء التوحيد يعني كثير من الآيات القرآنية تبين أو تشرح أعداء التوحيد، يعرفونهم لنا مثل فرعون وهامان وشداد ونمرود، فهؤلاء أعداء التوحيد. عاشرا لأعداء التوحيد أو لعداوة التوحيد صفات، فهؤلاء الكفرة لهم صفات مثل صفات الكفار وصفات المنافقين وصفات المرتدين وصفات الزنادقة. كثير من الآيات القرآنية تبين صفات هؤلاء أعداء التوحيد. ثم 11 هناك آيات أخرى تبين قصص أعداء التوحيد، قصص قوم فرعون وقوم هامان وقوم شداد وقوم نمرود وغيرهم.
الثاني عشر نتائج عداوة التوحيد في الدنيا. آيات كثيرة في القرآن تبين ما هي نتائج عداوة التوحيد في الدنيا. في الدنيا هؤلاء مثل قوم نوح ومثل قوم فرعون ومثل بقية أعداء التوحيد. ثالث عشر نتائج عداوة التوحيد في الآخرة. في الآخرة لهم عذاب أليم ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب عظيم. هذه خب درس ما با فارسی. القرآن كله في التوحید چی معنی؟ یعنی تمام قرآن عظیمشان ای 13 چیز کلید قرآن شناسی هست. عنوان از را نشته کنین کلید قرآن شناسی. در زیر کلید قرآن شناسی در داخل قوس نشته کنین که القرآن كله في التوحید. قرآن کلش در توحید است. چند کلید داره؟ 13 کلید داره. هر کلید دندانه ها داره. عالی کلید قرآن شناسی چند دندانه داره؟ 13 دندانه داره. دندانه اولش چی است؟ بیان میکنه، میگه بسیاری از آیات قرآن اقسام توحید بیان میکنه. توحید ربوبیت بسیار آیات است. الحمدلله رب العالمین، قل من رب السماوات السبع، این کلش آیات قرآنی است که است. دوم حقوق توحید. بسیار آیات قرآن است که حقوق توحید بیان میکنه. حقوق توحید چی است؟ اوامر الله و نواهی الله است. یعنی بسیاری آیات قرآن اوامر الله را بیان میکنه که الله متعال امر کرده که اینی کارها را بکنین، اینی سخنها را بگوین، اینی اعمال انجام بدین. این از حق توحید است. و دیگه چی است؟ بسیاری آیات قرآن است که بیان میکنه نواهی توحید که شما اینی کارها را نکنین. این بسیاری از چی هستن؟ خب سوم است لوازم توحید است. لوازم توحید چی است؟ الولاء و البراء هست. چی معنی الولاء و البراء؟ الولاء دوستی با دوستای الله و دشمنی با دشمنای الله. این از لوازم توحید است. یعنی انسان مسلمان موحد بالایش لازم است و فرض است که با دوستای الله دوستی بکنه و با دشمنای الله دشمنی بکنه. چهارمیش که بودک بیان صفات موحدین است. یعنی بسیاری از آیات قرآن است که صفات موحدین بیان میکنه که موحد چی صفات دارن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یکی از صفات موحدینی است که در عبادت خود بسیار خشوع را در نظر میگیره. رقص نمیکنه، تن نمیپرته، خیزک نمیپرته، اشپلاق نمیزنه. متوجه هستی؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ساز بود، موسیقی بود، رشخندی بود، مجالس فسق و فجایع بود، از اون مجلس هم تو اعراض میکنه، فرار میکنه، در اون مجلس نمیشینه. این صفات کی هست؟ موحدین است. دیگه پنجمیش چی بود؟ قصه های موحدین است. قصص یعنی واقعات حقیقی. یکی قصه هست، جمع قصه قصص است. یکی قصص است. قصص چی را میگن؟ یعنی جمع چی است؟ این واقعیت هاست. قصه ساختگی نیست، یعنی چیزهایی است که الله متعال بر ما این واقعیت چی کرده؟ بیان کرده. مثلا موحدین، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین چه قسم در زندگیشان حادثات رخ داد. شما باید امی حادثات سرتان تطبیق بکنین. اگه سختیایش سرتان آمد جگرخونی نکنین. اگه خوشی هایش آمد زیاد خوشی نکنین. آدم مسلمان از سختی ها فرار نمیکنه و در خوشی ها زیاد خیزک نمیزنه. یگان تو رو ببینی که وقتی فایده بود بازه او خیز زده میره، تا تر انداخته میره که ایران میمونیش. باز که اگه یک کمک گپش شنید وقت ببینیش که فرار کرده. این حال باید چی باشه؟ ببینه که مثلا موحدین چی حالاتی در زندگی خود داشته. دیگه ششمی چی است؟ بسیاری آیات قرآن از بیان میکنن نصرت الله را بر موحدین در دنیا. همیشه ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما نصرت دین الله را بکنید، الله شما را نصرت کامیابی میده. مرگ انسان معلوم دار است. هیچ کس نمیتونه کسی را بکشه تا وقتی که امون مقدر و مقرر نباشه. بسیاری وقتا ما شما بریم یک جای زلزله میشه، به هزاران نفر میمیره، لکن بعضی کساست در موقعات سنگا و ترام میکشنش زنده.
صحیح است نه؟ بعضی کساست که هیچ زلزله هیچ گپ هم نیست، راه میره موتور یک تکانک میده خیالش که زلزله سمت مفتخ میمره. هیچ رو تو شد میگه والا بیچاره ماشم سرش شاسی رو آمد چی آمد. پس این حالا چی است؟ نصرت الله در دنیا نصیب مؤمنین است. ایره هم آیت قرآنی بیان میکنه. خب دیگه هفتمی چی است؟ بیان است برای پاداش موحدین در دنیا. ای هست. هشتم چی است؟ اسباب و علت. فکرتان باشه ای در بین از بسیار خطرناک است. ای در وسط که اینجا آمده ای هشتمیش فاصل است. ای بسیار خطرناک است. بسیاری کسا هستن که در اینی مبتلا میشه. ای چی است اینی؟ ای اسباب و علت است که یک انسان موحد و مسلمان که در خانه مسلمان پیدا شده کلمه هم میخوره ای از دین چی میشه؟ خارج میشه. مثل کراهیت ما انزل الله، مثل شرک، مثل دشمنی با دوستای الله، دوستی با دشمنای الله. این تقریبا 10 نواقض است که در این آیات قرآنی تشریح میکنه. نوع چی است؟ دشمنان را معرفی میکنه، دشمنای توحید را معرفی میکنه، صفات دشمنای توحید را بیان میکنه. 11مش اما واقعیت هایی که دشمنای توحید در زندگی خود دیدن اینو بیان میکنه و بالاخره نتایج توحید در دنیا و نتایج توحید در آخرت. به پختو که هم وایم چه القرآن کله فی التوحید، یعنی طول قرآن در قرآن طول آیتونه به توحید ولی ذکر چه دیر آیتونه در توحید اقسام بیانی، بعضی در توحید حقوق بیانی، بعضی نوری در توحید لوازم بیانی چه در الله دوستان سر دوستی یا در الله دشمنان سر دشمنی. بعضی آیات میشه در موحدین صفات بیانی، بعضی در موحدین قصه بیانی، بعضی آیات میشه نتایج توحید تو دنیا که بیانی و بعضی هم نتایج توحید په آخرت که بیانی. بیا اسباب او علت د حق انسانان میشه د توحید نخارجیگی، د ایمان نخارجیگی، مؤمن ده لیکن ده کافریگی د دې بیانی. بیا هم چه ده معرفی کهی د توحید دښمنان کوم خلق دی معرفی کهی. بعضی آیاتی چې بیا دوی صفات بیانوي چې د توحید دښمنان څه صفاتونه لري. یعنی مونږ ولې دا وایو د دې لپاره چې په مونږ کې دغه صفاتونه پیدا نشي. بیا د دوی قصې بیانوي چې دا څه په دوی باندې څه حالتونه راغله، څه سو. بیا د دوی نتایج بیانوي چې که څوک توحید سره دښمني کوي په الله کې دنیا کې الله دا ذلیلوي لبین ذی بالاخره په ډیر خواري ذلت. تبت ید ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. نتایج عداوت دښمنی چیه په آخرت کې، یعنی چې په آخرت کې به هم د انسانان د دښمنان باندې دوی ته دوزخي، دوی لپاره د عذاب د الله عذابي. دا خلاصه و د چی شي د توحید کلی. پوه شوی؟ این 13 چیز نامش چی گفتیم؟ کلید قرآن شناسی. کلید قرآن شناسی. من کتاب نوشته میکردم کلید قرآن شناسی. این همی است. چی است قرآن؟ کلید قرآن شناسی این کلید است. کلید قرآن شناسی چی است؟ این کلید قرآن شناسی است که القرآن دیده؟ چی است؟ کلهم صحیح شد؟ ها؟ کلید است. کلید قرآن شناسی. این حالا اینی دندانه های شد. چند تا دندانه داره؟ یاد گرفتین کلتان انشاءالله؟ این حالا کی میاد دیگه تو خوب غیرتی هم تو بدون از اینکه من مجبورم خودشم تو دویده میاد و درس تشریح میکنه. هست کسی؟ بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. درسی که از دیروز تا امروز ما و شما در روی از بحث داریم استاد محترم تشریح کردن ارتباط به موضوع قرآن کریم بود. یعنی قرآن کریم موضوعش چیست؟ دو عالم بزرگ علامه ابن عبدالعزیز حنفی، علامه ابن قیم جوزی رحمهم الله موضوع کلی قرآن کریم را توحید میدونن. چرا؟ دلایلی میارن به اینکه تعدادی از آیات قرآن کریم بحث از اقسام توحید میکند و تعدادی از آیات قرآن کریم حقوق توحید را بیان میکند که
یعنی چیست اوامر الله را عمل کردن و از نواهیش اجتناب کردن. آفرین. سوم لوازم توحید کی برام لوازم توحید هست. بلکه یک نفر دیگه بگه. شما بگین لوازم توحید. بسم الله الرحمن الرحیم. سومش لوازم توحید است که الورا و براست، دوستی با دوستای الله سبحانه و تعالی و دشمنی با دشمنای الله سبحانه. چهارمی صفات موحدین شیخ عبدالرحمن تعریف میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمی از صفات موحدین در کلید قرآن شناسی و عالم برای ما بیان میکنه که چی صفات و خصوصیت ها داره که در قرآن عظیمشان برای ما بحث میکنه. اینمی قطار کسی یک دانه بیان میکنه. بعد از این نوبت توست. بیا. پنجمی چی است؟ بسیاری از آیات قرآن کریم که صفات موحدین را بیان میکنه. مثل چی مثلا؟ یک مثال بگو. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نفر بعدیش ماشاءالله. سلام علیکم. پنجمش کی از قصص الموحدین بیان میکنه. مثلا قصه های موحدین مثل قصه نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. نفر بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. ششمش از موحدین در دنیا قصص یعنی در دنیا برای کسایی که اهل توحید هستن الله چی عزت برشان نصیب میکنه. نفر بعدی. بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. هفتمش نتایج توحید یا جزای موحدین فی الاخره همون جنتی که در نظر گرفته شده برای موحدین. بسیاری آیات قرآنی را بیان میکنه. نفر بعدی. جزاک الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل هشتم که از کلید قرآن شناسی بود یا از اهمیت توحید عبارت است از اسباب و علل خروج ایمان. یعنی مراد از است که کدام کارها و کدام اعمالی هستند که توسط از اونها اگر انسان اونها را انجام بده از دای اسلام میبره، مانند شرک آوردن با خداوند و بد گفتن نفر بعدی. جزاک الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. دومیش تعریف اعدای توحید میباشد، چه کسانی دشمنان توحید میباشد که عبارت از فرعون و هامان. آفرین. بعدیش. بسم الله الرحمن الرحیم. دومی صفات اعدای توحید چه کسان دشمنان موحدین میباشد. چی؟ چه کسان دشمن موحدین میباشد. دشمنای توحید هستند. اونا رو معرفی میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفت 11مش اساس دشمنای توحید میباشند که از فرعون، ابو جهل و آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. قسم 12مش نتایج عداوت توحید فی دنیا، یعنی کدام دشمنای دین یا دشمنای توحید. نتیجه دشمنی با توحید در دنیا چیست؟ نتیجه دشمنای توحید در دنیا پختو وایا جان. پختو د توحید د دښمنی پایله په دنیا کې څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما خواهیم که کلید قرآن شناسی که شما رسیدگان شد نتایج عداوت توحید فی الاخره. کسایی که دشمنان توحید هستند نتیجه زندگیشان در آخرت چی میشه؟ میره بیان میکنه. جزاک الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله که در سال 792 هجری وفات کرده، این عالم بزرگوار میگه فإن القرآن اما خبر عن الله و اسمائه و صفاته، که قرآن که هست یا خبر است از اسماء و صفات الله. و به می شکل علمای دیگه هم هستن، تقریبا اینجا پیشمه 12 عالم هستن که کلشان 11 نفر ما یادداشت گرفتیم که اینا میگن که قرآن عظیم‌الشان کلش درباره توحید است. ما اگر این کلش براتون بخوانم من مانده میشم، شما مانده میشین. ایدمی کامپیوترم است، بازی را میتونم برای مسئولین کسایی که برادرایی که بخشای تکنیکی ما را پیش میبره برشان میتیم، باز بر کلتان دلشان پرنت میکنه براتون میته یا در فلش هایتان براتون میته که از این استفاده کنید. صحیح ان شاء الله. حالا ما شما چی میکنیم؟ اقسام توحید میخوانیم. بعد از این اقسام توحید ما شما در قرآن تطبیقی کار میکنیم. صحیح ان شاء الله.
با کلتان قرآن شریف رسیده دارین کلتان قرآن شریف یا در مسجد هم قدر قرآن شریف هست که با کلتان برسه؟ کلشون باید کلتان قرآن شریف داشته باشید. دیروز یک دو نفر بر ما وعده کردن، یکیش گفت من 40 جلد قرآن شریف میارم، یکی دیگه گفت من 20 جلد میارم. آوردم؟ اقسام توحید که هست اصلا 3 قسم است. اقسام توحید یعنی للتوحید 3 اقسام. توحید 3 قسم است. توحید 3 اقسام داریم. القسم الأول توحيد الربوبية. القسم الثاني توحيد الألوهية. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية تنقسم إلى قسمين. تنقسم إلى قسمين: توحيد العبادة وتوحيد الحاكمية أو توحيد الإطاعة. توحيد ربوبية، توحيد عبادة بازی همینجا میشه بگید شما متوجه دوم قلبی، سوم زبانی، چهارم بدنی، پنجمش مالی. توحید حاکمیت دو بخش دارم: الحاكمية التكوينية والحاكمية التشريعية. این خلاصه اقسام توحید است. باز جدولش انشاءالله که نصب شد باز مفصل تر حل کده بشه میفهمید. خبير أول بعربي باز فارسي باز بشتو. أقسام التوحيد 3: توحيد الربوبية أولا، توحيد الألوهية ثانيا، وتوحيد الأسماء والصفات ثالثا. وتوحيد الألوهية ينقسم إلى قسمين: توحيد العبادة وتوحيد الحاكمية أو توحيد الإطاعة. توحيد العبادة ينقسم إلى 5 أقسام: العبادات الفكرية والعبادات القلبية والعبادات اللسانية والعبادات البدنية والعبادات المالية. أما توحيد الحاكمية فينقسم إلى قسمين: أولا الحاكمية التكوينية وثانيا الحاكمية التشريعية. أقسام التوحيد بفارسي. اقسام توحید 3 بخش داره: توحید ربوبیت است و توحید الوهیت است و توحید اسماء و صفات است. توحید ربوبیت در زبان فارسی توحید افعال میگن، یعنی افعال الله سبحانه و تعالی. ربوبیت به معنای توحید افعال الله سبحانه و تعالی است. الله خلق کننده است، الله روزی دهنده است، الله شفا دهنده است، محی زنده کننده هست، ممیت میراننده. اینی یحییکم و یمیتکم یرزق من یشاء بغیر حساب. این توحید ربوبیت است. توحید الوهیت، اله به معنای معبود است و اله به کسی گفته میشه که 2 صفت داشته باشه: ذاتش عبادت میشه و شریعتش اطاعت میشه. و توحید الوهیت به می خاطر 2 بخش تقسیم میشه که ذاتش عبادت میشه، او رو توحید عبادت میگن، و احکام و حاکمیتش اطاعت میشه، او رو توحید اطاعت و یا توحید حاکمیت میگن. توحید عبادت که است تقریبا 5 قسم است. 5 قسم است که این چی است؟ عبادت های
فکری هست، قلبی هست، زبانی، بدنی و مالی. و توحید حاکمیت که هست دو بخش داره، حاکمیت تکوینی هست و حاکمیت تشریعی. توحید اقسام، توحید دری قسم دی، دری اقسام لري. اول قسم توحید ربوبیت ده، ربوبیت توحید، یعنی دی الله سبحانه و تعالی کرنه کارونه، خلق السماوات والارض، خالق کون که الله دی، یرزق من یشاء بغیر حساب. دیت توحید د افعال و د کرنو و د کارون. دوم قسم توحید عبادت ده، الوهیت ده. الوهیت یعنی اله حق ذات دی چې ذات عبادت کیږي او قانون اطاعت کیږي. د دې لپاره توحید الوهیت دوه برخه لري. اوله برخه توحید العبادت ده او دومه برخه توحید حاکمیت ده. یعنی د الله عبادت کیږي او حاکمیت حکم تطبیقی. توحید العبادت څو قسم ده؟ توحید عبادت تقریبا 5 قسم ده. فکری عبادتونه دي، قلبی عبادتونه دي، د زړه د ژبې عبادتونه دي، بدني عبادتونه دي او مالی عبادتونه دي. دا عبادتونه بیا د حاکمیت شده. حاکمیت یو تکوینی حاکمیت ده چې په کائناتو کې الله متعال په کائناتو کې د دې حکم چلیږي، په آسمانونو کې، په مځکه کې. دته حاکمیت تکوینی. حاکمیت تشریعی وایي چې دا بیا تقریبا 12 قسم ده، 12 قسم دارد. حاکمیت تشریعی که بازی ان شاء الله صبا کلان ازی چاپ میشه، باز کلان ازی اینجا نصب میکنیم که کلتان ایره یاد بگیرید. ان شاء الله ایره یاد گرفتین. از کسی برای ما اقسام توحید بیان بکنه؟ بفرمایید برادر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. در درس امروز اقسام توحید مطالعه کردیم. در اقسام توحید گفتیم که توحید به 3 دسته تقسیم بندی میشه: توحید ربوبیت، توحید الوهیت و توحید اسما و صفات الله سبحانه و تعالی. باز در کاتگوری بعدی توحید الوهیت هم با 2 شاخه دیگه تقسیم بندی میشه. در مرتبه اول توحید العباده و توحید الحاکمیت، یعنی توحید در عبادت الله سبحانه و تعالی و همچنان توحید در حاکمیت الله متعال که در این عبادت گفته میشه و بر از او اطاعت گفته میشه. و توحید فی العباده به 5 بخش دیگه تقسیم بندی میشه: فکری، قلبی، زبانی، مالی و بدنی. و توحید فی الحاکمیه هم به 2 بخش دیگه تقسیم بندی میشه: یکی الحاکمیت و حاکمیت در تکوین، یعنی در کائنات و آسمان ها و زمین و بعد از او الحاکمیت و شریعه که باز بحث بعدی ماست ان شاء الله بعد 12 بخش دیگه استاد گفتن تقسیم میشه. خب بعد از این نوبت میرسه به چی؟ این اقسام توحید که است. اول ما شما همین جدولایش باید یاد بگیریم. بعد از اون میریم به قرآن عظیم الشان که برای ما و شما چی بیان؟ اول توحید عبادات فکری است. عبادات فکری که است خود فکر چی رو میگن؟ فکر 2 قسم است. یکی فکر اسلامی هست و یکی فکر غیر اسلامی یا افکار کفری است. فکر 2 قسم ده. یا اسلامی فکر ده و یا کفری فکر ده. الفکر قسمان: الفکر الاسلامی و الفکر غیر الاسلامی. این فکر اسلامی چی هست؟ فکر اسلامی یعنی اگر انسان وقتی که الله را عبادت میکنه در فکر اسلامی چه قسم عبادت میکنیم؟ چیزی که مثلا تخته نوشته میکنیم بسیار مهم است. خب فکر الفکر ینقسم الى قسمین. اولا الفکر الاسلامی. من این عربی به خاطر براتون میگم که شما در ختم درس یک فایده دیگه بگیریم که عربی تانم کم چی میشه؟ پخته میشه. عقیده تان پخته میشه، عربی تان پخته میشه، فارسی تان پخته میشه، پشتوی تان پخته میشه. بعد از اون یک وقت هم تو پخته دعوتگر میشه. خب الفکر الاسلامی والفكر غير الإسلامي.
ما دو قسم فکر داریم، یکی فکر اسلامی هست و فکر غیر اسلامی هست. برای یک مسلمان با دانش و با فرهنگ لازم است که اردوی زیر بشناسه. باز آیات قرآنی که در این باره هست او را هم دقیق از قرآن عظیم شان بفهمه، به خاطر ازی که امروز کل مشکل جهان در اینمی قسمت است که دشمنان اسلام میخواهند که این فکر جانشین از این فکر بسازد. فکر ما را تغییر بدن از فکر اسلامی به چی؟ به فکر اسلامی. ما مسلمان ها در فکر اسلامی یک خط داریم. مثلا یک انسان مسلمان در فکر اسلامی ما یک خط فکری داریم. یعنی چی میگن؟ خط فکری. متوجه هستین؟ ما در فکر اسلامی یک خط فکری داریم. این خط فکری ما را میرسانه به حق. یک مسلمان به خاطر رسیدن به حق از چی کار میگیره؟ یک کافر شما را پرسان میکنه، میگه شما میخواین که مسلمان هستین، وقتی میخواین که از حق کار بگیرین، به حق برسین، به توحید برسین، به شناخت حقیقت ها برسین، از چی کار میگه؟ ما میگیم یک انسان مسلمان و مؤمن و موحد این وقت میخواه به حق برسه، الله متعال بر از او چند نعمت داره. نعمت حس داره، نعمت عقل داره، نعمت علم داره، نعمت قلب داره و نعمت وحی داره. چند نعمت شد؟ اولش چی است؟ حس. دومش عقل. سومش علم. چهارمش قلب. پنجمش وحی. پس الله متعال برای ما به خاطر رسیدن به حق 5 نعمت دادن. این خط فکری ما را تشکیل میده. اینال انسان مسلمان در محسوسات از حس استفاده میکنه. در چی از حس استفاده میکنه؟ در محسوسات انسان مسلمان از حس استفاده میکنه. الله متعال میگه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. چرا نظر نمیکنن به طرف شتر که چه قسم خلق شدن؟ و الى السماء كيف رفعت. چرا نظر نمیکنی؟ این نظر چشم است، این نظر محسوس است. مفسرین کرام میگن این نظر محسوس نظر حس است که شما از حستان، از حس باصره، از حس سامعه، حس شنوایی، حس بینایی، حس لمس کردن، متوجه هستین؟ حس ذائقه، حس شامه، بویدن. اینال از این حواس انسان مسلمان مطابق قرآن عظیمشان مکلفیت دارد که از محسوسات در حس خود استفاده بکنه. در معقولات انسان مسلمان از چی استفاده میکنه؟ از عقل. در معقولات بعضی چیزها هست که او را حس جواب گفته نمیتونه. مثلا وقتی دروازه تق تق میشه، وقتی دروازه تق تق شد، حس بر ما میگه که دروازه تق تق است. صحیح است؟ اما دیگه چیز گفته نمیتونه. حال عقلت است که باز بر چی میگه؟ که پشت دروازه کی هست؟ چی هست؟ پشت دروازه کی هست؟ اینجا باید از چی استفاده کنی؟ از معقولات. درباره معقولات به صدها آیت آمده که مثلا میگه افلا تعقلون. چرا از عقلتان کار نمیگیرید؟ یتدبرون. چرا تدبر نمیکنید؟ افلا یتدبرون القرآن. آیاتی که درباره تفکر است، یتفکرون. تفکر، تدبر، تعقل، اولی الالباب، اولی الابصار. این کل آیات قرآنی درباره چی هستن؟ درباره استفاده کردن مسلمان از برای رسیدن به حق از چی؟ از عقل خود باید انسان استفاده کنه. این آیات ما و شما در درسای ما وقتی که عملا می آیات قرآن با ما در بخش عبادات میکنیم. حالا فقط ما بر شما یک تشریح عام میکنم. سوم که هستن علم است.
اینال الله متعال ما بر ما و شما میگه که در تجربیات باید از چی استفاده کنیم؟ از علمتان استفاده بکنین، از تکنولوژی استفاده بکنین، از ساینس استفاده بکنین، از وسایل. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. از رسول الله صلی الله علیه و آله که قوت چی است؟ گفت الرمیه. قوت گفت زدن است. که تیر بزنی، که کلاشینکوف بزنی، همه تا اساسات که پیشرفته تر شده اینه. که نیزه بزنی، هر چیز در وقتش. که راکت بزنی تا به اتم. پس الله متعال میگه که تو مسلمان باید از اتم استفاده کنی. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. انال و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شما باید در مقابل دشمن اسلام چی باشین؟ قوی باشین. از این خاطر دشمن اسلام میخوایم ما شما را مصروف بسازن، در عکس مصروف بسازن. مثلا در کل هندوستان اگه بری شاید 50 تا سازنده باشه، در افغانستان میخوایم 500,000 سازنده باشه. چی کنیم اینقدر؟ در دیگه مملکت ها اگر مثلا 10,000 پودری باشه، در افغانستان باید 3 میلیون پودری باشه، 4 میلیون کلش پودری باشه. چرا؟ به خاطر از اینکه یا چی شون؟ ضعیف شون. پس الله متعال میگه شما از چی استفاده کنین؟ سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. الله میگه ما دینمی تکنولوژی در کهکشان ها، در اناتومی و فیزیولوژی وجود خودشان ما دلایل قدرت خدا بر از اینا نشان میدیم. حتی یتبین لهم انه الحق، که این قرآن دین حق است. از این خاطر بسیاری از ساینسدانا، بسیاری از دانشمندای بزرگ جهان در اروپا و امریکا چی میشن؟ مسلمان میشن. اما مسلمانی که این نمیفهمه این باز چی میشن؟ کافر میشن. چهارم چی است؟ قلب است. الله متعال میگه الا من اتى الله بقلب سلیم. این قلبت سالم نگاه کن از امراض خطرناک قلبی که غرور است، تکبر است، ریا است، خودخواهی است. متوجه هستین؟ دوستی با دشمنای الله هست. این قلبت از این چیزا پاکو این حال باز شما میتونید که مسلمان خوب باشه. پس ما در تصدیقیات از چی استفاده میکنیم؟ اقرار به زبان میکنیم و تصدیق به چی میکنیم؟ به قلب میکنیم. این هست الا من اتى الله بقلب سلیم. ایناله در مسائل دیگه هست که نه حس اونجا کار میکنن، نه عقل کار میکنن، نه علم کار میکنن، نه قلب کار میکنن. اینجا باز ما از چی استفاده میکنیم؟ از وحی در غیبیات. اینال در غیبیات مثلا صفات الله چه قسم است؟ ذات الله چه قسم است؟ اینال ذات الله و صفات الله و افعال الله و تقدیر الله، این کلی از اینا که از مربوط به غیب میشن. در این از چی استفاده میکنیم؟ از وحی استفاده میکنیم. پس انسان مسلمان این نمی خط فکریش است. با این طریق ما با کجا میرسیم؟ به حق میرسیم. در محسوسات از حس استفاده میکنیم، در معقولات از عقل استفاده میکنیم. مثلا محسوس چی هست؟ محسوسی است که مثلا ما و شما میبینیم اینمی انسان ها محسوس هستند، اینمی جامعه محسوس است، اینمی طبیعت محسوس است. صحیح؟ این لابراتوار کوچک است. در این لابراتواری که هست با حس خود از استفاده میکنیم. از یک مسلمان بسیار عادی پرسان کردن، گفتن شما چه قسم از حستان و از عقلتان استفاده میکنید برای شناخت خالق متعال؟ گفت والا من بسیار عادی آدم هستم، فلسفه و کتابا رو نخواندیم و چی نخواندیم، چیزی نمیفهمم. خب من بسیار آدم عادی هستم که وقت صبحی زمین خانه نمیرم، سعی میکنم که دیروز یه چاپ قدم نبود، اینجا چاپ قدم است. دیروز هیچ همینجا پشقلای شطور نبود، فضلات شطورها. امروز میبینم که در این دشت فضلات شطور هست. میگه عقل من برای من که والا از اینکه یک نفر رو تیر شدن اون و قافله تیر شده که شطوری بوده که اینجا همون فضلاتشان است. پس البعرة تدل على البعیر، یک پشقل شطور دلالت میکنه که شطوری از اینجا تیر شدن. آیا آسمان ها و زمین دلالت نمیکنه که خالق داره؟ پس انسان مسلمان در محسوسات از چی استفاده میکنن؟ در معقولات از عقل. وقتی که باز در تجربیات شد، از ساینس استفاده میکنن، از تکنولوژی استفاده میکنن،
از فیزیک و وقتی که مسلمان ها بعضی مسلمان های پیدا شد که ایده خط زدن باشون گفتن که ساینس چی میگه نویسون کو ایده چی آمد در فکر مسلمان ها شکست آمد. وقتی در فکر شکست آمد در وجود در نظام در کل چی میه شکست میه. باز قلب انسان مسلمان باید از قلب سالم خود چی کنه استفاده کنه. و در صورتی که در غیبیات شد باز در غیبیات انسان مسلمان چی میکنه از وحی استفاده میکنه. چون وقت ما پوره هست باز دیگه ان شاء الله فردا بخیر ان شاء الله ادامه میتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.